خب سلام، وقت همگی بخیر باشه. اینجا همونجوری که میبینید سارمالدونه منوش که اینجا یکی از قسمت حیاط داخلیشه و حیاط درونیشه که به عنوان هتل در این خانه سنتی مورد استفاده قرار گرفته. همونجوری که میبینید دو طبقه است. طبقه همکفش به صورت اتاقهای مختلف که از داخل و از بیرون در داره، مثل همین اتاقی که مشاهده میکنید داخل راه رو که هم درش از داخل هم از بیرونه و هتل روبروش که هتل میلی اسمشه، اتاق میلی اسمشه، یعنی به رنگ میلیه و حجره هایی که همگی به صورت رومی طور، قوس های رومی بر روی این حجره ها که درهای دو دربه استفاده شده برای داخل اتاق ها. همونجور که مشاهده میکنید دو تا پله داره که به صورت ایکس ماننده و شیشه های رنگی که داخل بالای دیوارها یا بالای درهای چوبی مورد استفاده قرار گرفته. همونجور که میدونید ما تو خانه‌های سنتی کرمانشاه و خانه‌های سنتی کلا بیشتر مساله‌ای که استفاده می‌شده آجره، بعد درهای چوبیه و بعد درهای آهنی که مورد استفاده ترینشون درهای چوبی هستن. همونجوری که مشاهده می‌کنید ما داخل این خانه دو تا حیاط داریم. یه حیاط داخلی داریم که بهش میگن درونی، یه حیاط بیرونی یا اندرونی که بزرگتر هم هستش. حیاط‌های درونی معمولاً حیاط‌هایی هستن که کوچکترن، به شکل مستطیل یا مربع هستن با یه حوض مستطیل شکل که وسطش قرار میگیره. چهار طرف من حجره ها رو مشاهده میکنید و در طبقه بالا تراس هایی وجود داره که به عنوان شاهنشین یا فضایی برای معاشرت ساکنین مورد استفاده قرار میگیره. همونجوری که مشاهده میکنید بالای این تراس ها ما یه سری مشبک های چوبی استفاده شده که اون دوران مشبک ها به صورت چوبی بودن ولی الان که مرمت شدن از جنس آهن یا به صورت آجر مشبک شده در اومدن که میتونید با دقت مشاهده کنید. کلا ما خانه های سنتی رو بر این پایه طراحی میکنیم که جوری باشه افراد با هم دیگه تعامل داشته باشن و بتونن با هم دیگه معاشرت کنن. ورودی ها رو میبینید که معمولا ورودی ها از قسمت کنج حیاط هاست. این یک ورودیه و ورودی دیگه هم اینجاست که وارد اتاقهای بالا، یعنی دسترسی به اتاقهای بالا و اتاقهای اندرونی که همین اتاقهایی هستن که به صورت حجره مانند ما از بیرون حیاط میتونیم اونها رو مشاهده کنیم. و این دوتا راهبلی که مشاهده میکنی در واقع به شاهنشین دسترسی پیدا میکنه. معمولا شاهنشین رو در حیاط‌های درونی قرار میدن به دلیل آسایش و آرامشی که این حیاط‌ها داره نسبت به بیرونی. ما دو مدل توی خونه شاهنشین داریم، یه شاهنشین اندرونی، یه شاهنشینی بیرونیه. شاهنشین بیرونی برای تعامل خانواده با مهمان‌ها معمولا صورت میگرفته و این که میبینید شاهنشین بالا که به صورت دو تا اتاق مجزا هستش به عنوان اندرونی حساب میشه.